اگر آلرژی داشته باشیدون یک هفته به خدا خواهد نیست میشد. کمتر صبر کنید، من این ینتوخ کلام میشد. حاضر نیست زمستون با من این استریخ است. همین هر دوش عجل آلرژی است. با آدمایی که برسولوز است تا آخر گوش کنید خوش رو میفهمونم. همین ینتوخ کبود میگیرید، معده میکنید، رنگ چای کبود. چاینک به می اندازید تلخ میشد. همین یک روز به 3 بار بینیای ششتن در کار میکشید تا همینجا بیاد. میتکید میکشید میتکید یک روز به 3 بار. ابیتی بیگانه سحر. خدا خواهد یک هفته کنید آلرژی گم میشه. خدا خواهد بدن با آلرژی برو همین آب قطی میشوید یا که آبی من این وای قطی استریق قایکو دود میکنید. انا وای قطی میشوید. اولا بسیار آدما همین ینتوخچای خورده آدما با قوت شدگی درنا شمولنمیش باشه، روده ها ورم باشد شمولنمیش باشد، یک روز به 2 محل 50 گرم خورده گردید، روده ها شمال زدگی باشد نیست میکند. گفت از خدا خواهد اگر ریشش جوشانده خورید، تازه کرده ششته جوشانده میخورید و گیمرای نیست میکند. گفت گولش بریده گولش میشد که گولش جوشانده خوریدم گیمرای نیست میکند. گفت و آدمایی که برسولوز، اگر برسولوز کسل برسولوز اگو مول همین شیر قطق گوشت همین چیزا آدم به میگذارد بوغم درد میگود. خدا خواهد همین ینتوخچه یک روز 3 بار میخورید، 5 روز 6 روز بعد خدا خواهد برسولوز ای شما دور میشه. ای غلام جان توصیه بیپول. من بسیار چیزا ای رستم طبیب میپرسم. آدرسش تاشکند چرچق 1 میکرورایون 53 دوم. لبای گیاه در کار باشه میرید. خدا خواهد شما به هم سکیت خطی میتید. طبیب نام ردین وای با ازبکستان. غلام جان 93 بلاگر تاجیکستان. توصیه بیپول شما با پول راست خود نکنید میگم. همه وقت تاجیکستان و پیش هم دیارو.